خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، نگردیدند هرگیز گرد باطل، حقیقت را پسندیدند و رفتند. خوشا آنان که بر این عرصه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشا آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند. خوشا آنان که با ایمان و اخلاص حریم دوست بوسیدند و رفتند. خوشا به حال کسانی که جان خود را بر طبق اخلاص گذاشتن. عزیزان و بزرگواران، من و شما باید ایمان ما چنان قوی باشه، نباید سر به گریبان بگذاریم. ولو که هزاران عالم دین فدای دین میشه، این را بدانین که الله وعده حفظ دین خود را داده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. هر قطره خون عالمی که بر زمین میریزه، هزاران عالم و دعوتگر، هزاران مخلص و جان فدا به این دین تقدیم میشه. عزیزان و بزرگواران، وظیفه و مسئولیت ملت به خاطر از دست دادن علما چیست؟ وظیفه ما اینه که آرمان علمایی که از دین در راه دین فدا شدن، آرمان اونها را زنده داشته باشیم. وظیفه و مسئولیت ما اینه که بیاییم فکر و اندیشه علما را، اقوال علما را، گفتار علما را در زندگی خود سرمشق بسازیم. بیاییم هر کدام ما با خدای خود عهد ببندیم که ای بار الها پروردگارا، علمایی که ما را درس دین دادن، علمایی که راه هدایت را به ما نشان دادن، علمایی که دست ما را گرفتند از راههای منحرف نجات دادن، ای بار الها با تو عهد و پیمان میبندیم که اگر علمای امروز در بین ما نیستن، ما راه اونها را ادامه میدهیم. عزیزان من، وظیفه و مسئولیت ملت خیلی سنگین هست در قبال علما. امروز دشمنان علما را میکشند، ولی میآین سر جنازه علما تسلیت میگن. امروز دشمنان میآین علما را ترور میکنن، ولی بالاخره با نوعی از انواع میخواهند جلوه بدن که ما نبودیم. امروز عزیزان من، همه من و شما عزیزان برای من تأکید کردن که شما حکومت و نظام را مخاطب کنید که چرا پیش روی این قاتلان را نمیگیره، چرا نسبت به شهدایی که در این سرزمین به خون میقلتن چرا بررسی صورت نمیگیره. از کدام حکومت شما توقع دارید؟ از کدام نظام توقع دارید؟ از نظامی که در رأس او ترامپ و ترامپیان قرار داره، دشمنان الله و رسول قرار داره. شما چی توقعی دارید؟ شما چی میخواهید از نظامی که وقت رئیس جمهورش در نزد ترامپ میره، او را حتی کمتر از افسر خود میبینه، حتی بالاخره او را ذلیل میکنه، در کنار افسران خود استاده میکنه. شما از این نظام چی توقع دارید؟ نظامی که اگر علمای ما را شهید کرده، حقیقتا میخواه قاتلان اونها را پیدا کنه. آیا علمای ربانی پشت میله های زندان نیستن؟ آیا علمای ربانی در داخل زندان الان مریض افتاده نیستن؟ علمای ربانی داخل زندان، علمای ربانی پشت میله های زندان، علمای ربانی داخل محراب مسجد شهید میشن. شما از این نظام چی توقع دارید؟ آیا دست یهود و نصارا نیست؟ آیا دست دشمنان اسلام نیست؟ یقینا و بدون شک در پشت قتل علما دست ملحدین و کفار و یهود و نصارا قرار داره. عزیزان و بزرگواران، میخواهم از این منبر برای دشمنان الله و رسول بگویم که اگر ایاز و نیازی را کشتید و شهید کردید، بدانید که دین را از بین برده نمیتونید. والله العظیم دشمنان اسلام گفتن عمر را بکشید که دین از بین بره، والله دین تقویتر شد. دشمنان الله گفتن عثمان را شهید کنید دین از بین میره، والله دین تقویتر شد. دشمنان الله گفتن علی ابن ابی طالب را شهید کنید
دین از بین میره. والله دین تقویه تر شد. دشمنان الله ابو حنیفه ها رو به زندان انداختن تا صدای حق و حقیقت را خاموش کنن. الله دین خود را تقویه تر کرد. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اونهایی که میخواهن این نور را خاموش بکنن کور خواندن، اشتباه کردن. حفظ این دین به حفظ علما نیست. علما فدای دین میشن. بندگان مخلص الله و مجاهدین راه حق خود را فدای دین میکنن. این دین تا به قام قیامت، تا آن زمانی که دجال ظهور میکنه، الله سبحانه و تعالی عیسی علیه السلام را از آسمان پایین میاره و حضرت عیسی دجال را از بین میبرن. این دین زمانی میآیه که رسول معظم اسلام میفرمایند پشت درخت یهودی مخفی میشه، پشت سنگ یهودی مخفی میشه. سنگ صدا میکنه یا للمسلم، ای مسلمان بیا که پشت من یهودی کمین گرفته. اون روز آمدنی هست. مجد و عظمت و بزرگی اسلام روز به روز تابنده تر و روشن‌تر میشه. این باطله که هر روز از بین میره. قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق و باطل مبارزه داشته، حق و باطل همیشه مبارزه کرده، ولی حق پیروزه، باطل از بین رفتنی. عزیزان و بزرگواران، برای دشمنان علمای ربانی میگویم، با اونهایی که به دکتر ایاز نیازی و امثالش رحم نکردن و خون پاکش را داخل محراب مسجد ریختاندن، برای دشمنان الله میگویم که فکر نکنید که شما کامیاب شده اید. شما ناکام هستید. مسیر دکتر ایاز نیازی و سایر شهدا و امت اسلامی مشخصه. همان راه جنت و رضایت الله است. اما راه شما کوردلان و صفاکان و قاتلان علما چیست؟ راه شما جهنم هست. راه شما غضب الهی هست. این را بدانید. برای همه کفار و ملحدین و برای نوکران یهود و نصارا میگویم که انتقام خون ایاز نیازی را مجاهدین رای حق خواهد